أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد. خب بابی که از کتاب ریاض الصالحین میگیریم باب نو است. باب التحذير من ایذاء الصالحین والضعفة والمساکین، یعنی باب در مسئله تحذیر، یعنی پرهیز کردن. باب در مسئله پرهیز کردن من ایذاء صالحین، از آزار دادن صالحان، از اذیت دادن صالحان، و ضعفتی، و از آزار و اذیت دادن ضعیف ها، و المساکین، و همچنین از آزار و اذیت دادن مسکین ها. خب این باب در همین مسئله هست. اکنون در این مسئله آیت و حدیث برامون تقدیم میکند. میگوید که قال الله تعالی، گفت الله سبحانه و تعالی، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، یعنی کسانی که آزار میدهند مؤمن مردان و مؤمن زنها را، بغیر مکتسبو، بدون آنه که بغیر، یعنی بدون آنه که مکتسبو مرتکبی گناه شوند، بدون آنه که یک کار را انجام داده باشند، یعنی به هیچی مؤمن و مؤمن زنها را آزار میتید. فقط احتملوا بهتانا و اثما مبینا، پس واقعا بگم برداشتن ویها، یعنی گرفتن با خودشون ویها بهتان را، و اثمی، بهتان تهمت را، و اثم مبینا، و گناه آشکارا را، یعنی که به این کار کردگیشون اونها صاحب شدن، اونها دریافت کردن معصیت و گناهی بهتان را، و همچنین اثم مبین هست این کار، یعنی گناهی آشکارا هست این کار، یعنی به یک مؤمن زن و مؤمن مرد را اذیت و آزار دادن. خب این یکم آیت. بعد از این میگه و قال تعالی، و گفت الله سبحانه و تعالی، فاما الیتیم فلا تقهر، پس یتیم را فلا تقهر، یعنی ستم نکن، ظلم نکن، فهم، آزار نده. و اما سائل فلا تنهر، و اما طلبنده را پس نران، از خانه پیشش نکن. تنهر یعنی که داد زده، خفه کرده، سر کردن را میگن. فلا تنهر، پس داد زده و خفه کرده از خانه طلبنده را سر نکن. خب اکنون دو آیت آورد. بعد از این میگه که و اما الاحادیث، اما حدیث ها میگه در این موضوع، فکثیرتون، پس بسیار است میگه. منها، بعضی از همون حدیث ها میگه حدیث ابی هریره رضی الله عنه فی الباب قبل هذا، حدیث ابی هریره رضی الله عنه در بابی که پیش از این بود، همین درسی که حالا خونده، من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، یعنی هر کسی که دشمنی کند با دوست من، پس واقعا من اعلان کرده هستم با اون دشمنی دوستم جنگ رو. پس حدیثی که امروز خوندیمش یا امروز خوندنش. و منها حدیث سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه السابق فی باب ملاطفه الیتیم، و بعض از همون حدیثایی که بود در این باب است میگه حدیثی سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه است، السابق، یعنی که این حدیث گذشتگی است، فی باب ملاطفه الیتیم، در باب رحم کردن و لطف و مهربانی نشان دادن یتیم. در همون باب ما شما حدیث سعد بن ابی وقاص خونده بودیم. و قوله صلی الله علیه و سلم، یعنی که همون حدیثی که سخنش که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که یا ابا بکر، گفت ای ابو بکر، لئن كنت اغضبتهم لقد اغضبت ربک، اگر که تو اونها را غضب آلود کرده باشی، واقعا غضب آلود کردی پروردگارت را. یعنی یتیم را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت ابوبکر گفت اگر که تو اونها را غضب آلود کرده باشی، پس الله را غضب آلود کرده. حدیثی که درباره ابو سفیان هر چی گفته بود، یعنی که رئیس قریش چیزی گفته بود کو، بعد کی گفتش که چی نگو، ابوبکر رو مثلا اونها چند، بعد خلاص اومد پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که همون حدیث است. فهمو
خب بعد از این حدیث 389 وعن جندب بن عبد الله رضی الله عنه قال، از جندب بن عبد الله رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم من صلى صلاة الصبح، هر کسی بگذارد بخواند نماز بامداد را، فهو فی ذمة الله، پس اون انسان در پناه و حمایت الله هست، در ذمت الله است، یعنی که در پناه و حمایت الله هست. فلا یطلبنکم الله من ذمته بشیء، پس طلب نمی کند الله سبحانه و تعالی از پناه و حمایتش از شما چیزی، این یگان چیز از شما الله سبحانه و تعالی طلب نمی کند. فانه من یطلبه من ذمته بشیء، پس هر آینه هر کسی را که طلب میکند الله سبحانه و تعالی از حمایت کردنش، از پناه دادنش چیزی را، از هر کسی که الله چیزی طلب کند یدریکو، یعنی را درک میکند، را پیدا میکند. ثم یکبه علی وجهه فی النار جهنم، پس میپرتوید اون انسان را برویش در آتش جهنم. یعنی الله سبحانه و تعالی برای حفظ کردنش اگر در مقابلش از ما چیزی بخواهد ما حتما ادا کردن نمیتوانیم، پس الله سبحانه و تعالی ما را در آتش جهنم میپره، در عذابش، در عذابش گرفتارمون میکند. برام خاطر میگه الله سبحانه و تعالی از ذمه‌اش از ما چیزی نمیخواد. یعنی چیکار کنی؟ نماز بامداد رو با جماعت بخوان، یعنی نماز بامداد رو بخوان تو اینکه در پناه و حمایت الله باشی. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کرده است. پس این هست این بابی کوتاه. بعد از این باب بعدش میگه باب اجراء احکام الناس علی الظاهر و سرائرهم الی الله تعالی، باب درباره اجرا کردن حکم های مردم به ظاهرشون، یعنی ما مردم به ظاهرشون حکم میکنیم، میبینیم ریش دارد، مسجد میرود، لا اله الا الله میگوید میشنویم، نماز میخواند، مسلمان است، فهمو؟ به ظاهرش حکم میکنیم. و سرائرهم الی الله تعالی، و باطن های اونها به الله سبحانه و تعالی هست، ما از باطنش خبر نداریم، یعنی در اون نمازی که میخواند به قلبش قبول دارد نداریم با او کار نداریم، این به الله هست، فهمو؟ ما فقط به ظاهر حکم میکنیم، به ظاهر ما مردم را حکم میکنیم. قال الله تعالی، گفت الله سبحانه و تعالی در این مسئله همون حدیثی که صحابه که کافر قتی بگیم در حالت جنگ بدرت لا اله الا الله گفت که این بعد لا اله گفتن زدش، یعنی به قتل رسوندش. بعد اومد پیغمبر صلی الله علیه و سلم ده شکایت کرد، گفت که من لا اله گفت تو زدم شه، قتلش کردم. بعد پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت لا اله الا چیکار میکنی؟ فهمو؟ یعنی که به ظاهرش، وقتی ظاهرش که لا اله الا گفت به زبان ما شنیدیم، یا در ظاهرش احکام اسلام به جا میارد، خلاص مسلمان است، حکم اسلام در اون ثابت است. اما یعنی قیامتش، باطنش، قلب اون به الله سپرده است که الله میداند که اون چی طور است. قال الله تعالی، میگه گفت الله سبحانه و تعالی، الله سبحانه و تعالی گفت. پس در این باره آیت میارد، اول میگه که فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. میگه که فَإِن تَابُوا، پس اگر که توبه بکنند، و اقاموا الصلاة، و نماز را به جا بیارند، و آتوا الزکات، و بدهند زکات را، فخلوا سبیلهم، پس باز بگذارید در اونها را، فخلوا یعنی که خالی و باز بگذارید، سبیل یعنی روی اونها را، یعنی که اونها دیگه قبول است. دیگه میآید میگه یا کافر میگه من توبه کردم، یا میاد نماز میخواند، خلاص دیگه مسلمان است. یعنی در ظاهر ما حکم به اسلامش میکنیم، اگر که مرد جنازهش میکنیم، میبریم در قبر مسلمان ها دفنش میکنیم، اما از قلبش الله خودش بخبر است. در خاطر میگم ما با ظاهر باید چکار کنیم؟ مردم حکم کنیم. خب بعد از این حدیث را میارد، حدیثی 390. وعن ابن عمر رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است، هرانه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که امیرت ان اقاتل الناس، یعنی امر شده هستم تا اینکه بجنگم با مردم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه امر شده است، الله مرا امر کرده است که با مردم بجنگم.
و قاتل الناس، بجنگ با مردم. با کدام نمودی مردم؟ الناس الف لام دارد، یعنی که همون مردم معین، نه که به همه انسانیت، نه، انسانهای معین. الناس حتی یشهدوا ان لا اله الا الله، تا کی هم با مردم جنگم؟ تا اینکه شهادتی بدهند که نیست معبودی بر حق بجز الله. تا وقتی لا اله الا الله گفتن شونه با اونها پیغمبر میگه من می جنگم. و ان محمدن رسول الله، و باید بگن که محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده الله هست. و یقیم الصلاة، و برپا دارن نماز را. و یؤتوا الزکات، و بدهند زکات را. فاذا فعلوا ذلك، پس هنگامی که انجام دادن این را، یعنی که این گپای گفتگی لا اله الا الله گفتن، محمد رسول الله گفتن، نماز خواندن، زکات دادن، عصموا منی دماءهم و اموالهم، نگه داشتن از من خونهایشان رو و مالهایشان رو. یعنی دیگر خونهای اونها به هدر نمی رود، یعنی خونهاشان رزونده نمی شود و مالهاشان غصب کرده گرفته نمی شود، زیرا که اونها اهل ایمان هستند. اکنون میگه الا بحق الاسلام، مگر به حق اسلام. به حق اسلام یعنی اگر که قتل کرد در قصاص سرش زده می شود، خونش رزونده می شود. و اگر که معصیت بگیم یگان جرم کرد، یگان جنایت کرد، جریمه داشته باشد، از مال اون مجبوری گرفته می شود. یعنی مالش ده دخالت میکنیم اگر که به حق اسلام باشد، یا خونش را به حدر میبریم، خونش را میریزونیم اگر به حق اسلام باشد، و الا نه، جایز نیست. و حسابهم علی الله تعالی، و حساب اونها بر الله سبحانه و تعالی است، و حسابشان بر الله سبحانه و تعالی است. متفق علیه، حدیث متفق علیه است. بعد از این حدیث 391 و عن ابی عبدالله طارق ابن اشیم رضی الله عنه قال، از ابو عبدالله طارق ابن اشیم رضی الله عنه روایت است که گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم رو که میگوید من قال لا اله الا الله، هر کسی که بگوید لا اله الا الله و کفر بما یعبد من دون الله، و کفر بورزد به هر آنچه که عبادت کرده می شود از غیر الله، هر چیزی که غیر الله عبادت کرده می شود با اون کفر بورزد، از او روی بگرداند، حرم ماله و دمه، حرام می شود مال اون انسان و خون اون انسان، یعنی دیگر مال و خونش حرام می شود. و حسابه علی الله تعالی، و حساب اون بر الله سبحانه و تعالی هست. مال و خونش حرام می شود، حسابش به الله سبحانه و تعالی هست. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کرده. همین حدیث بالاگی دام حسابهم علی الله تعالی و حدیث دیم در حساب و حسابه علی الله تعالی، همین گپ دلالت میکنه که ما به ظاهر حکم میکنیم. فهمو؟ یا آدم بگوید که مثلا این حدیثا ما به ظاهرشون حکم میکنیم، چی دخالت دارد؟ پس میگیم که همینه که میگه که و حسابهم علی الله، یعنی حساب اونها بر الله هست. یک انسان میرود شاید خون یک کسی دیگر را میریزاند، ما نمیفهمیم، نمیوبیمش، یا مال یک کس یا جنایت میکند که باید جریمه شود، اما ما جنایت ثابت کرده نمیتوانیم، جریمه کردش نمیتوانیم، مالش نمیتونیم که بگیریم زیرا که ثابت کرده نمیتوانیم. فهمو؟ پس در همین صورت ما به الله میسپریم اون دیگه سرایرش، یعنی که باطن شد، بس ظاهرش که ثابت کرده نتوانسته، برام ظاهر حکم میکنیم که این مالش گرفته نمیشه و خونش ریزونده نمیشه، زیرا که ما ثابت کرده نتوانستیم. فهمو؟ اگر که سوالم شود که این حدیث چی دلالت دارد به احکام الناس علی الظاهر، میگم من همین کلمه و حسابهم علی الله تعالی و حسابه علی الله تعالی همینجا به همین دلالت میکنه و ظاهرش ما حکم میکنیم. بعد از این حدیث 392 وعن ابي معبد المقداد بن الاسود رضي الله عنه قال، از ابی معبد مقداد ابن اسود رضی الله عنه روایت است که گفت قلت لرسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه گفتم برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم ارأیت ان لقیت رجلا من الكفار،
یعنی چی میگوی برای من؟ چی فکر داری؟ اگر وا خورم مرد را که از کافرها باشد، یعنی یک مرد کافر قطعی وا بخورم، فقتتلنا، پس با یکدیگر جنگیدیم. فقتتلنا، پس با یکدیگر ما جنگیدیم، در حالت جنگ باشیم. فضرب احدى يدي بالسيف فقطعها، پس میگه زد همون مردی کافر یکی از دستان من رو با کارد و فقطعها، پس بریدش، یعنی دست من زد پرید برفت، دستم غلطی یا دسته شدم. ثم لاذ مني بشجرة، ثم پس میگه لاذ یعنی حرب، یعنی گریخت، منی از من، دست من زد، میگه دستم پرید از من گریخت. بشجرتین یعنی پناه برد به درخت، یعنی پشت یه درخت رفت بجا شد. فقال، پس وقتی پشت درخت بجا شد و گفت که اسلمت لله، یعنی اسلام آوردم، مسلمان شدم، تسلیم شدم به الله، یعنی مسلمان شدم. اقتله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد ان قالها، آیا من اون را میکشم ای رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از اون که این سخن رو گفت، اسلمت لله یعنی مسلمان شدن، بعد از ایمان آوردن آیا من اون را میکشم؟ فقال، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت لا تقتله، نکش اون را. فقلت یا رسول الله قطع احدى یدی، پس میگفتم ای رسول الله برید یکی از دستانم را، یک دست مرا برید و بدبخت. ثم قال، بعد گفت ذالک، بعد گفت این سخن را، یعنی بعد لا اله الا الله گفت، بعد ایمان آورد، بعد ما قطعها، بعد از اون که دستم برید، یعنی دستم برید دستو، بعد ایمان آورد، دیگه چیکارش کنم؟ فقال، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت لا تقتله، نکش اون را، یعنی جایز نیست که اون مسلمان است. فاین قتلته، پس اگر که تو وی رو کشتی، فانه بمنزلتک قبل ان تقتله، پس هر آینه وی به مانند تو هست پیش از اونه که تو وی رو بکشی. یعنی چی؟ یعنی وی هم در جایگاه تو است، یعنی معصوم و دم است، فهمو؟ یعنی خونش حرام است، وقتی که ایمان آورد دیگه خونش حرام می شود. فانه بمنزلتک، پس هر آینه وی در جایگاه تو است، یعنی به مثل تو است، قبل ان تقتل، پیش از اونه که تو بکشیش است، یعنی که اول او گفت که لا اله الا الله، اول او ایمان آورد، دیگه تحقیق کشتن نداری. و انک بمنزلته قبل ان یقول کلمته التي قال، پس هر آینه تو به مثل وی هستی، در جایگاه وی هستی، قبل ان یقول کلمته التي قال، پیش از اونه که بگوید کلمه رو کی گفت، فهمو؟ پیش از اونه که کلمه رو کی گفت، یعنی چی؟ یعنی که مباح دم میشوی تو. و انک، و هر آینه تو بمنزلته، به منزله وی هستی، به منزله وی هستی، کافر هستی نه، مباح دم هستی، فهمو؟ به منزله وی هستی در اینجا به معنی کافر هستی نیست، یعنی به معنی مباح دم، یعنی او کافر بود، خونش مباح بود. اکنون اگر تو ایمان آورد کشتیش، خونی تو مباح میشه، زیرا که قصاص است. قبل ان یقول، پیش از اون که بگوید کلمت التي قال، کلمه را که گفت، یعنی پیش از اون که لا اله الا الله بگوید اون کافر، او چی بود؟ خونش مباح دم بود. وقتی لا اله الا الله گفت خونش حرام شد. اگر تو بعد از لا اله الا الله گفتن او را قتل کردی، تو را خونت به مثل خونی اون میشد، خونت مباح میشد، یعنی خودت کافر نه. اینا با ظاهرش فکر نکنی که و اینک بمنزلت، یعنی هر اون در جایگاه وی هستی پیش از گفتن کلمه لا اله الا الله که تو کافر هستی برای کشتنت، نه اینطور نیست، فهمو؟ بلکه در حکم خون مباح دم هستی، یعنی که چیکار میکنن؟ تو قصاص میکنن، خون تا میریزونن. خب متفق علیه، حدیث متفق علیه است. خب اینقدر کفایه میکنن، نه حدیث دیگرش درست ترک است. بله. خب این به درس امروز. بارک الله فیکم، السلام علیکم و رحمت الله.